ابزار آرامش، عوامل آرامش، اینها چیا هستن؟ انشالله در این چند شبی که پیش رو داریم این مسائل تا حدی که وقت اجازه میده خدمت شما عرض کنم. عزیزم، بزرگترین و مهمترین عامل آرامش در زندگی بشر امروز مسئله ایمان به خدا و ایمان نداشتن. این مهمترین عامل آرامش. ایمان به خدا وجود انسان رو پر از آرامش میکند. ایمان به خدا قلب انسان رو آروم میکنه. ایمان به خدا قدمهای انسان رو در زندگی محکم میکنه. ایمان به خدا انسان رو استوار میکنه. ایمان به خدا انسان رو نشکن میکنه. دیدید بعضی شیشه مثلا میگن نشکنه، بعضی شیشه هم میشکنه. انسانی که به خدا ایمان داره، قلبش رو نور ایمان خدا و ایمان به قیامت پر کرده، این آدم تو زندگی محکمه، کم نمیاره، آسیب نمیبینه. اما اگر خدای نکرده این قلب از نور ایمان خدا خالی شد، در مورد خدا شک داره یا العیاذ بالله کار به جای برسه بگیم ما خدا رو قبول نداریم. خیلی هم هستن دیگه الان دارن این افکار رو توجیه هم میکنن. خب وقت چه نتیجه میشه؟ قلب که از نور خدا تهی شد، از انسان یک موجود بزدل میسازه، از انسان یک موجود ضعیف میسازه، از انسان یک موجود ترسو میسازه. توی قرآن ما آیه داریم، ببینید خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میگن دو تا لشکر روبروی همدیگه قرار گرفتن. یک لشکر فیل سوار با تمام تجهیزات آمده بود تا دندان مسلح و چندین و چند برابر. یه عده‌ای هم بودن کم، اینا فکر نمی کردن با همچین دشمن تا دندان مسلح روبروی هم دیگه قرار بگیرن. قشنگ آمدن روبروی هم دیگه. خدا خیلی قشنگ قصه اینها رو تعریف و ترسیم کرده. یه طرف میگن لشکر طالوت، یه طرف میگن لشکر جالوت. خب یه طرف لشکر ایمان، یه طرف لشکر کفر. یه طرف دلهاشون پر از نور خدا، یه طرف دلها خالی پر از ظلمت. اینها در برابر هم دیگه قرار گرفتن. تو همین مؤمنین هم یه عده‌ای بودن یه مقدار خورده شیشه داشتن. اینها تا چشمشون افتاد به این هیبت و به این دبدبه و کبکبه لشکر جالوت و فیل سواران، قال الذین، اینا گفتن که لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنود. گفت کارمون ساخته است، تموم شد رفت. یعنی ثبات قدم نیست. اونایی که ضعیفن. چرا؟ گفتن چندین برابر ما هستن. اما قال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونهایی که دلشون پر از نور ایمان به خدا بود، پر از امید به خدا بود، اونها گفتن کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. پیروزی به عده و عده نیست، پیروزی به این استواریه و این استحکام قدم شماست. نترسید که خدا با ماست، نترسید که خدا با ماست.